سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز هم که باشد یک دعای را بهر شما پیشکش میکنم. دعا را در سحر خوانده می شود، یعنی در اول روز خوانده می شود. سحر که وقت شما به طاعت نماز شروع کردنی میشید، این دعا را کنید تا که از وسواس شیطان نجات بیاوید. از عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه این دعا روایت شده، میگه پیغمبر وقتی که به سوی مسجد روانه میشید، به نماز شروع کردن که میشید، این دعا را چیکار میکرد؟ میخوان. اصحاب کرام میگه پیغمبر ما را دعا را یاد میداد همچنان که یک آیت قرآن. به همین خاطر برادران عزیز، همین تقدیر دو نمون میشه، معلق میشه مبرم. همین تقدیر معلق به صدقه کردن، به دعا کردن دیگرگون میشه. به همین خاطر کوشش کنه که همین دعا را همچون یک چیزی در کاری، یک چیزی مهم در زندگی تو بگیره، ان شاء الله نجات مییابی. دعایی که از جناب پیغمبر علیه السلام به ما و شما رسیده است، دعا چنین است: اعوذ بالله العظیم و بوجه الکریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم. کوتاه و دراز نیست. اعوذ بالله العظیم و بوجه الکریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم. به همین خاطر کوشش کنید برادران عزیز، کوتاه و دعای دراز هم نیست که میگه بر ما مشکل باشه. این را وقتی که میخونه، شیطان میگه شما دعای را خونده که تا بگاه از وسواس ما در ایمن مونده. الله متعال همه ما و شما را موفق